ولی اگر مسلمانی را در داخل مسجد خنجر زدن این خدمت اسلام است. طلب رزق حلال عبادت است. الرجل با یک رزق با برکت حلال پاک می‌دهد و برای محنت زحمتش اجر و پاداش عظیمش می‌دهد. هم اجر و پاداش عظیم به دست می‌آورد و هم رزق و روزی حلال با یک سر بلند و با عزت و با برکت. اگر سعی تلاش نکند چی اون رزق را می‌دهد، لیکن خوار و ذلیل و بی‌برکت و خجالت. اگر محنت و زحمت کشید هم برای محنت و زحمتش اجر و پاداشش می‌دهد و هم رزق با برکت برایش می‌دهد به خاطر اینکه محنت و زحمت کشید. این یک. دوم عمر پروردگار تقدیر کرده که از هر انسانی این تقدیر کرده رو می‌بیند، اون عمر رو می‌بیند. اون عمر با سلامتی و بردمی و توانمندی یا اینکه با ضعیفی و ناتوانی و بیماری و همه همین سالخوردهایی که اینجا هستن هر کدومش رو بپرسید همین رو قدم زنی میکنن، راه روی میکنن. 5 کیلومتر، 7 کیلومتر، 10 کیلومتر قدم میزنن. بدن سالم و بردم بماند. و خاطر اینکه سالم و بردم بماند باید محنت و زحمت بکشید. اون عمر رو میبینید، اگر محنت و زحمت کشیدید سالم و بردم و با عزت اون عمر رو میبینید. اگر محنت و زحمت و قدم زنی و راه روی و دیگر نکرد چی بیمار و خسته و برجامانده و دیگر ناتوان اون عمر میبیند. حالا اونی که برای این سالمی خود محنت و زحمت قدم میزند راه میرود، هم برای محنت و زحمت و راه رویش که سالم زندگی کند پروردگار برایش اجر میدهد و اون عمر رو با برکت میبیند. و اونی که محنت و زحمت نمیکشد، خواب و تنبلی و غافلی میکند، هم بیماری و خستگی و ضعیفی و ناتوانی و هم از یک اجر عظیم محروم میماند. برای همین من چرا این دو نقطه رو گفتم؟ به خاطر اینکه هر انسانی میخواهد سالم و بردم و سعادتمند زندگی کند، حتمی هم برای رزقش و هم برای عمرش که سالم و بردم زندگی کند محنت و زحمت. نه اینکه تنها برای این دو نقطه، برای این دو عامل یا برای این دو کار نه. حتی در حدود عائله با همسر خوب زندگی کردن خیلی محنت و زحمت میخواهد، خیلی فکر عقل میخواهد، خیلی اندیشه و دوراندیشی میخواهد که کامیاب شود انسان در این زندگی. حالا گفت جوانان و علم آموختن میرود. یکی از بزرگان اسلام میگه که اذا اردت الدنيا فعليك بالعلم و اذا اردت الاخره فعليك بالعلم و اذا اردت معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك شيئا الا اعطيته كله. زندگی آسوده و راحت و سعادتمند و قلبی آرام و قناعتمند و خوشحال بخواهی، علم و آموزید میگه. چرا به علم یعنی به علم حتی قرآن انسانی عالم با سواد، با فرهنگ، با معرفت، با علم رو و انسان بینا و انسان جاهلی که را که نمیداند نخوانده است سواد ندارد و انسانی نابینا تشبیه دادگی است که نابینا همیشه جستجوی راه میکند، میخواهد در جستجوی راه است، بینا آزاد راه میرود. حالا میگه دنیا میخواهی، زندگی با عزت و با برکت میخواهی، علم با آموزید. چرا که به علم نمیشود به سوادی. حالا بسیار جوانایی که به این رئیست فتوای ما میآیند، یعنی دعوای اویلوی، اکثریتی کل رو میپرسیم سوادی ندارد، یا کمیزاتی است یا بیسوادی. کمیزاتی ناداری هم سبب خلقشه در اویله و بیسوادی هم سبب خلقشه در اویله میشود. این هر دو یکی از سبب‌های اساسی هست. حالا چرا چنین هست؟ یعنی حتی در اویله یک زندگی آرام و آسوده ندارد به خاطر اینکه علم ندارد. این عقل کی فعال می شود؟ در صورتی که علم آموزد انسان این عقل رو، یعنی هر چیزی غذا می خواهد، غذای عقل چی هست؟ علم است. پس علم یعنی عقل فعال می شود و زندگی در حدود اوله خوب می شود. حالا میگه که اذا اردت الدنیا فعلیک بالعلم و اذا
عملت الاخره فعلیک بالعلم. حالا جنت میخواهید، قصرهای در جنت میخواهید، به سوادانه و پرپرانه عملهای شما رو اون قصرهای جنت نمیدهند. و خاطر اینکه قصرهای جنت صاحب شوید باید بدانید که چیکار نکنید، چگونه عمل نکنید و چی گفته ایستاده اید. و خاطر چی عبادت نکنید، این عبادتتون چی معنی دارد. حالا میگید هر دو میخواهی، هم دنیا هم آخرت هم جنت میخواهی، باز هم به علم نمیشود. برای این هر دو هم علم باید آموخت. برای همین جوانان باید همیشه در سعی و تلاش و محنت و زحمتی علم آموختن باشند. یعنی دانشجو باید همیشه چیز برای کتاب خوابت بود، اصلا بوی امیدی هست که کسی شوید. اما این طرف اون طرف پیچ تا اینکه خواب زیادتر بروی هیچ چیز نمیشوید. من با یک دانشمندی در یک کنفرانسی بین المللی اسلامی در قطر و یک دانشمندی خیلی مشهور و معروف عالم اسلام صحبت کردم. من گفتم استاد این همه تعلیفات و این همه سخنها و این همه حکمت ها از کجا؟ اون یک منگیزه از روزی که خود بشناسم همیشه مطالعه دارم. الحمدلله همیشه کتاب برق میزنم، مطالعه میکنم. این یک دوم، هرگز با حکومتم، با دولتم، با رهبر دولتم در یکان مسئله اختلاف نکردم. برای همین علمم با برکت شد. ما بسیاری دانشمندا و علمای داریم که همیشه در نزاع و در فتنه و در چی هستن، اختلاف هستن. نه در علمشون برکت است، نه در عمرشون برکت است. همیشه سرسان، همیشه سرگردان. حتی از علم، از اون یعنی از این منفعت به یک ضرر و که به این علمشون به یک زهری تبدیل شده است که ناآرام کننده و تشویش آورنده و دیگر. نقش شبکه‌های اجتماعی بودن در حیات جوانان. جوانان خوب اندیشند و خوب فکر کنند در دیدن و در آمدن و مطالعه کردن و گوش کردن این شبکه‌های اجتماعی. این یکی از خطرناکترین عامل‌های عصر ما و شما هست. اگر عقل را استفاده کنید می‌توانید که از این شبکه‌های اجتماعی بهترین حکمت‌ها و علم و آداب و اخلاق و معرفت بگیرید هست. خدای نکرده اگر به پرای در غفلت مانده در یک لحظه شما رو گمراه میکنند، بعد میبینید که میبرند در وجوهات چگونه شما رو سوی استفاده میکنند. جوانانی که علم و معرفت هم ندارند ببینید به این شبکه‌های اجتماعی زیاد پیوست هستند. بعد میبینید حیات خود را، دنیا و آخرت خود را برباد میدهند، به این گروه‌های تندرو پیوست میشوند. حالا همونی که من رو خنجر زد سوره الحمد درست خواندن نمی‌توانم. مقصدش گویا که خدمت اسلام کرده باشد. برای چی؟ به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی رو گمراه کرد که ما تو رو کریدور می‌سازیم، میبریم، ویزا میگیریم، شهروندی کدوم کشور واهمه کیمچی میگیریم، اینقدر مبلغ میگیریم و تو مجاهد میشه و تو کیمچی در داخل مسجد خنجر زدن و دیگر. من برای چی این گفتنی نبودم، لیکن آمد در روشی صحبت گفتم. به خاطر چی؟ حالا 26 سال رفت اجرا. من دلم با اون جوان نمیسوزد، چرا که اون فکر خود نکرد از جو من فکر کنم، لیکن دلم به همون مادر یا اون جوان میسوزد. 26 سال اون مادر میسوزد، میچوکد، میگیرد، نه شب دارد نه روز دارد. من با کارگرانم گفتم که ادرسش عمیق بگیرید، عنوانش عمیق بگیرید، یک کمکی بریم بدید. حالا اون به توصیه اون مادر نکرده این کار، اون به توصیه دشمنان اسلام و دشمنان انسانیت و به توصیه و نصیحت و پند اندرزهای دشمنان بشریت و دشمنان این ملت، این دولت این کار را انجام دادگی هست. مادر عین ندارد تو برای کمکش کنید. جوانان عزیز احتیاط باشید. من این رو به خاطر گفتم که احتیاط باشید، خود رو محروم دنیا و آخرت نکنید، خود رو ناکام و بدبخت دنیا و آخرت نکنید. در مسائل شبکه‌های اجتماعی خیلی فکر و اندیشه و ذهن و عقل رو استفاده کنید، چرا که گمراه و بدبخت میکنن. حالا مسئله دیگری که
جوانان رو ناکام و بدبخت میکنند این تنبلی و غافلی و نداشتن برنامه یا مقصدهای عالی. هر جوانی باید در زندگی برنامه داشته باشد، هدفهای داشته باشد، مقصدهای عالی داشته باشد و برای این مقصدهای عالی نائل شدن رسیدن باید مهنت زحمت بکشد. حالا میبینید بعضی جوانان، بعضیش جوانایی که دخترها هستن، جوان دخترها لبارا نمیدونن چیکار بکنن، بینی رو چیکار بکنن، گوشو رو تغییرات دیگر. چرا چی نمیکنن؟ وقتی که هدفی اساسی ندارن، یکون مقصد از این دنیا، از این زندگی، یکون مقصدی عالی ندارن. از اون دیگر هیچ گوی امید نیست، نه پدرش، نه مادرش، نه وطن، نه کشور، نه دولت، نه حکومت. از اون هیچ بهره. برعکس یک مزیر رو، یک ننگ و آر رو، یک بدبختی برای ملت و برای دولت هست. حالا به این چرا میرود؟ بخاطر که ندارن برنامه، ندارن هدفهای اساسی از این دنیا، بی هدف هستن، بی مقصد هستن، بی برنامه هستن، پس ناکام و بدبخت میشوند. برای همین من بسیار خواهش میکردم که همه شما جوانان دانشجویان باید مقصدهای عالی در مد اول نظر داشته باشید و برای به اون مقصد رسیدن باید شب و روز مهنت و زحمت بکشید. وقتی که مقصد عالی دارید و برای رسیدن به اون مقصد عالی مهنت و زحمت بکشید، حتمی کامیاب و موفق میشوید. چرا من میگم حتمی؟ بخاطر که پروردگار وعده خلاف نیست. هر انسان مهنت و زحمت بکشد، پروردگار میگه تو تلاش کن، من کامیاب کنم. مردم ما سالخورده ها تجربه رو میگن بچم پروردگار گفته است از تو حرکت، از من چی؟ از من برکت. حرکت کن. این حیات حرکت، حیات مهنت، حیات زحمت، حیات سعی و تلاش. علم آموزی، مطالعه، کتاب بینی، کتاب خوانی، حتی همون 90 ساله هم که باشد هر روز باید مطالعه و کتاب بینی داشته باشد. در همین صورت این عمر با برکت می شود. بار دیگر از ریاست و خصوصا فکر دانشکده اسلامی یک جوان تشکر میگویم و همه دستاندرکاران و تشبثکاران این کنفرانسی علمی و عملی رو از پروردگار برایشان خیر و برکت و عزت و سعادتی ابدی و دعا تمنا میکنم. همیشه کامیاب و همیشه موفق و همیشه سربلند شد.